سلام، اومدیم فکت هایی در مورد تخت جمشید بگیم. سنگ های عظیم تخت جمشید که وزن برخی از آنها به 10 تن میرسد، نه با ملات، بلکه با استفاده از بست های فلزی به شکل دم چلچله به یکدیگر متصل شده‌اند. این بست ها باعث شدند که بنا پس از 2500 سال همچنان پابرجا بماند. پلکان‌های ورودی تخت جمشید به طرز شگفت‌آوری کم ارتفاع و عریض ساخته شده‌اند. دلیل این طراحی این بود که اسب‌ها و کالسکه درباریان بتوانند به راحتی از پله‌ها بالا بروند، یا اینکه اشخاص با لباس‌های بلند و رسمی بتوانند با وقار و آرامش بیشتری از آن بالا روند. معماری تخت جمشید ترکیبی هنرمندانه از سبک‌های مختلف امپراتوری هخامنشی است. شما می توانید در نقش برجسته‌ها و ستون‌ها تأثیراتی از هنر یونانی، آیونی، مصری، بین‌النهرین و لیدیایی را مشاهده کنید. این ترکیب نشان‌دهنده تساهل فرهنگی و وحدت ملل تحت لوای امپراتوری بزرگ هخامنشی بود.